بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های ارجمند رادیو حریت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خبرهای این ساعت به گونه زنده از رادیو حریت خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. آغاز کار رسمی سفیر افغانستان در ازبکستان. سفارت افغانستان در ازبکستان از آغاز رسمی کار شیخ عبدالغفار بهر سفیر جدید امارت اسلامی در این کشور خبر داده است. تعهد خدمتگزاری نیروهای دفاعی به ملت و مردم. لوید رستیز قوای مسلح میگوید که تعهد خدمتگزاری نیروهای دفاعی به ملت و مردم منبع الهام و امید برای ملت شده است. ترمیم دو چرخبال بلک هاک از سوی نیروهای هوایی کشور. وزارت دفاع ملی میگوید که تیم‌های انجینری قوای هوایی کشور در چند ماه گذشته دو چرخبال بلک هاک آمریکایی را ترمیم و آماده استفاده پرواز کردند. و در خبرهای خارجی میشنیم شعله‌ور شدن آتش در خاورمیانه. اسرائیل حملات سنگین هوایی بالای لبنان انجام داد. باز هم خوش آمدید. رحیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارت افغانستان در ازبکستان خبر داده است که شیخ عبدالغفار بهر سفیر جدید امارت اسلامی طی مراسم به گونه رسمی به عنوان سفیر افغانستان در آن کشور کارش را آغاز کرده است. این وزارت میگوید که در این مراسم معاون وزارت صحت عامه، تاجران، دیپلمات‌های این سفارت و شماری از افغان‌ها مقیم در ازبکستان اشتراک کرده بودند. آقای بهر چند روز پیش از سوی امارت اسلامی رسما به صفت سفیر به ازبکستان فرستاده شد. قابل یادآوری است که اکنون امارت اسلامی در حدود 40 کشور سفارت و نمایندگی‌های سیاسی فعال دارد که کشورهای چین، امارات متحده عربی، قزاقستان و شمار کشورهای دیگر سفیران و شاهدفیران کشور را به گونه رسمی پذیرفتند. قاری فصیح الدین فطرت، لوید رستیز قوای مسلح، در مراسم فراغت 550 تن از منصوبین قلاردوی 217 عمری گفته که نیروهای دفاعی کشور با تعهد خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی منبع الهام و امید برای ملت شدند. این مراسم به منظور فراغت منصوبین قطعات و جزءتام‌های قلاردوی 217 عمری با حضور شماری از مقامات بلندپایه امارت اسلامی برگزار شد. قابل ذکر است که در این مراسم 550 تن از منصوبین قطعات و جزءتام‌های قلاردوی 217 عمری پس از 3 ماه آموزش‌های مسلکی و نظامی فارغ شدند. وزارت دفاع ملی خبر داده است که تیم‌های انجینری قوای هوایی کشور در چند ماه گذشته دو چرخبال بلک هاک آمریکایی مدل UH-60 و MD-530 را ترمیم و آماده پرواز کردند. با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، تیم‌های انجینری قوای هوایی کشور چرخبال‌های مختلف نو را که در زمان دوره پیشین تخریب شده بودند ترمیم کرده و در اختیار ارتش کشور قرار دادند. این چرخبال‌ها در حالی از سوی تیم‌های تکنیکی ترمیم می‌شوند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بسیاری از چرخبال‌های نیروهای هوایی کشور به صورت عمدی از سوی آنان تخریب شدند. با تشکر از این که حریت را میشنوید و حال هم در خارج از کشور. مقامات وزارت صحت لبنان خبر دادند که در پی حملات سنگین هوایی اسرائیل به بخش‌های جنوبی لبنان دست کم 492 تن کشته و حدود 1650 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان با این ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده که در پی حملات هوایی بر لبنان حدود 1300 قرارگاه حزب الله را هدف قرار داده است. با این حال ارتش اسرائیل مدعی شده است که در این حملات 50% توان نظامی حزب الله را نیز از بین برده است. همزمان با آغاز این حملات شبکه خبری الجزیره به نقل از رادیو و تلویزیون اسرائیل میگوید که تل‌آویو واشنگتن را از حمله گسترده به لبنان مطلع کرده و چراغ سبز نیز از سوی آمریکا دریافت کرده است. همزمان با این تصاویر از سوی رسانه‌های عربی به نشر رسیده که نیروهای
حزب الله نیز توانسته یک هواپیمای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را بر فراز لبنان سرنگون کند. شنونده های ارجمند، این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس.